سلام دوستای عزیز، امید که خوب و سر حال باشید. انجینر فهیمی نوری هستم که مصر و مدت حدوداً 6-7 سال میشه که با شرکت‌های مختلف در بخش فرمولاسیون و لابراتوار مواد بهداشتی همکاری می‌کنم. موضوع بحثی امروزی و ویدیوی ما از صابون‌ها. می‌خوایم در مورد صابون یک سری معلومات را به همراه شما به اشتراک بگذارم، امیدوارم که مفید باشه برای شما. قسمی که در جریان است، این صابون ها بسیار در زندگی انسان ها یک رول اساسی بازی می‌کنند در قسمت بهداشت شخصی. مدت خیلی طولانی میشه که انسان ها را میشناسند و از استفاده کرده و فعلا هم استفاده می‌کنند. صابون ها در اصل چی است؟ صابون ها ترکیبی از روغن های چرب با خانواده قلویات هستند که یک محلول قلوی است و یک پاک‌کننده بسیار عالی و خوب. اما این صابون ها باید بسیار با دقت ساخته شود، به خاطر از اینکه چون یک محلول قلوی است و محلول قلوی باعث تحریک جلد میشه. شاید شما تجربه از این داشته باشین که بعد از حمام، مخصوصا در فصل های سرما، جلد شما بعد از حدود 1 ساعت یک حسی ترک شدن، خشکی و همه قسم کشکش شدن به خود میگیره که دلیل اساسی از این مثلا در صابون ها میتونه باشه و مخصوصا پی اچ صابون ها. و به نظر من صابون ها هر قدر پی اچش نزدیک به خنثی باشه بهتر است. گرچه ما صابون ها رو نمیتونیم خنثی بسازیم، به خاطر از اینکه زمانی که ما یک صابون رو به صورت خنثی تولید کنیم، او اما ترکیب شخصی خود از دست میده و ترکیبش از هم میپاشه، اما بهتر است نزدیک به خنثی باشه. قسمی که شما در تصویر میبینین، ما صابون های مختلف اینکه از برند های مختلف لابراتوار کردم و بسیار نتایج مختلف را ما به دست آوردم که از حدوداً از پی اچ 9 شروع تا 11 هستن که من شخصا با این پیچ ها و با این رنج ها صابون ها رو پیشنهاد نمیکنم و کسایی که از صابون برای صورت خیلی استفاده میکنن با این پیچ ها قطعا یک سری مشکلات های مثل خشکی شدید جلد، لکه و همه قسم سوختن و خیلی خارش بعضی موقع به وجود میاد در جلدشون که اصلا میشه برای شروع برای با چرب کردن این مشکل حل کرد. اما در واقع زمانی که تو از صابون با پی اچ بالا استفاده کنی، اما مخاطهای سطحی جلد تخریب میشن و شاید تو اما حس کشکش بودن و سخت زیگر بودن پوست خود با چرب از بین ببری، اما چون محیط جلد تو ناحیه قلوی میشه، فلهذا اما مخاطهای سطحی جلد تخریب میشن. حالا یک صابون را از کجا بشناسیم که پی اچش چند است و یا چطور بفهمیم؟ راه ساده وجود برای مردم عام وجود نداره، اما یک سری فاکتورها هست. اگر صابون بیش از حد ارزان باشه، مثلا در خانه‌های 20-30 اینا، من قطعا پیشنهاد نمیکنم، مخصوصا برای صابون‌های جلد، به خاطر از اینکه از لحاظ فنی امکان نداره، چون صابون‌ها معمولا از روغن جور میشه و هیچ روغنی نیست که با اون قدر ارزان باشه. بعدش مسئله بعدی که هست، از لحاظ رنگ و بو هم قابل تشخیص نیست. اما سفید بودن یا به اصطلاح لشم بودن را همگی صابون ها داره، اما نمیتونیم از لحاظ ظاهری تشخیص بدیم که این صابون آیا پی اچش خنثی هست یا نه. صابون هایی که پی اچش معمولا نزدیک به 7 است، زمانی که شما دست خود میشویین یک حسی ناپاک شدن جلد برای شما دست میده. زمانی که شما دست خود با صابون های با پی اچ نزدیک به خنثی میشویین، حس می‌کنین امی دست شما دوباره چرب شده. این صابون از لحاظ ساختاری پی اچش خیلی خنثی است، به خاطر از اینکه او یک سری چرب هایی که و یا گلیسرینی که در صابون هست، چون خیلی صابون تند نیست، او در جلد شما باقی میمانه و این خوب است. صابون هایی که بسیار پاک میکنه و مخصوصا قسم که میکنین یک دست خود که میشورین بسیار خریچ میکنه، صداهای خریچ شدن میده، این صابون ها بسیار پی اچ بالا است و معمولا جلد شما رو خشک میکنه. پیشنهاد من بر شما این است که تلاش کنید از برندهای معتبر صابون بگیرید و همچنین صابون‌هایی را بگیرید که قیمتش بالاتر از، مخصوصا برای جلد، بالاتر از حداقل 50 افغانی باشه. به خاطر از اینکه پایین‌تر از او از لحاظ تکنیکی و از لحاظ کیمیایی مجبور هستند شرکت‌ها یک سری موادهای پرکننده و همه قسم موادهایی که فقط حالت پر بودن به صابون بده، وزن صابون بالا ببره، اضافه میکنه که اون موادها نه تنها ارگانیک نیستن بلکه ممکنه برای جلد شما مضر تمام شود. امیدوارم که این معلومات ما به درد شما بخورن و از چی بتونین استفاده کنین.
تشکر.